تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از درود بر شما همه همیهنان عزیز و گرامی. فضایل عزیزان هستم. این برنامه از طریق تلویزیون آزاد یا آزاد تیوی پخش میشه به صورت زنده ساعت 12:46 بعد از ظهر به وقت شرق امریکا واشنگتن دی سی و روز دوشنبه 2 دسامبر میباشه. در این برنامه گفتگو خواهیم کرد با یکی از عناصر اطلاعاتی سابق، مأمور سابق وزارت اطلاعات آقای رضا مازندرانی که ایشون اخیراً از کشور خارج شده و در یکی از کشورهای همسایه به سر میبره. ایشون رو من دعوت کردم بعد از اینکه ویدیویی چند هفته پیش منتشر کرده بود در یوتیوب، دعوت کردم تا با ایشون گفتگوی داشته باشم در مورد چگونگی فرار ایشون از ایران و اینکه چه شد، چه تصمیم گرفت از وزارت اطلاعات ببره و به خارج از کشور بیاد و اساسا چه نوع اطلاعاتی داره در مورد نقض حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق شهروندان ایرانی در داخل ایران. تا دقایق دیگر ایشون رو روی خط خواهیم داشت. الو، درود بر شما آقای رضا مازندرانی. چون تصویر شما رو نداریم. شما تصویر من ندارین؟ بله. یه لحظه. تصویر من اومد؟ بله الان اومد. آقای مازندرانی خیلی خوش اومدید به تلویزیون آزاد. در وهله اول میخواستم آقای مازندرانی یک راست بریم سر اصل مطلب. در هفته‌های پیش ویدیویی از شما منتشر شد مبنی بر اینکه شما اطلاعاتی دارید و مأمور اسبق وزارت اطلاعات بودید و در پی آن هستید که این اطلاعات رو افشا کنید. خانواده‌تان به گروگان گرفته شده. ممکنه برای بینندگان تلویزیون آزاد بیوگرافی از خودتون که اینکه رضا مازندرانی کیه، چگونه شد که به سیستم امنیتی وزارت اطلاعات گرایش پیدا کرد، از چه سالی شروع به کار با سیستم اطلاعات و امنیتی کردید و اساساً چه پست‌ها و سمت‌هایی در وزارت اطلاعات داشتید. خودتون رو به صورت مختصر معرفی کنید تا برسیم به سوالات بعد. من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. درود بر شما. عرضم به حضور شما که من یک تصحیح بکنم که من داخل اطلاعات سپاه پاسداران مشغول به فعالیت بودم، نه وزارت اطلاعات، چون اینا دو تا دستگاه مجزا هم از همدیگه هستن به نوعی، ولی در جاهایی هم با همدیگه یک تعاملاتی دارن. این یک دو من تقریبا از سال 1383 وارد بدنه سپاه شدم و در قسمت‌هایی مثل عملیات، مثل گردان‌های عملیاتی، قرارگاه سید الشهدا، سیاسی و عرضم به حضور شما بعدها از سال تقریبا 86 اواخر 86 و اوایل 87 وارد دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران شدم. آقای مازندرانی، در کلاً در سال 1383 که شما وارد سپاه پاسداران شدید تا سال 86 که وارد بخش اطلاعات و امنیتی شدید،
چه سمت‌ها و مسئولیت‌هایی در سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات داشتید؟ ارزم به حضور شما که من وقتی که وارد بدنه سپاه شدم، اولین جایی که من کار کردم قرارگاه سید الشهدای استان گلستان بوده، مرکز اجرایی. و ارزم به حضور شما که اونجا شعب مختلفی داشت و من در شعب عملیاتیش اونجا کار میکردم و حدوداً 1 سال 1.5 سال تا نزدیک به 2 سال اونجا فعالیت کردم که در همون زمانی که در قرارگاه سید الشهدای استان مشغول به فعالیت بودن، زیر نظر جناب سرهنگ بیرجندی مسئول قرارگاه بودن ایشون. عرضم به حضور شما که بعدها به قسمت‌های گربت، بعد از اون که قرارگاه عملیاتی رو من ترک کردم، به قسمت گردان‌های عملیاتی عاشورا پیوستم و یک مدتی رو در اونجا بودم. البته با حفظ سمت قسمت‌های دیگه‌ای هم عرضم به حضور شما کار می‌کردم، ولی از تقریباً اواخر سال 86 بود و اوایل سال 77 وارد اطلاعات ناحیه شدم و در قسمت ستاد خبری مشغول به فعالیت شدم. آقای مازندرانی، این شعب عملیاتی که میگید در استان گلستان بودید، منظور از این شعب عملیاتی یعنی چه نوع عملیات‌هایی رو انجام میدادید و اینکه در ستاد خبری هم چه کارهایی انجام میدید و اساسا فلسفه وجودی ستادهای خبری در شهرهای مختلف ایران چیه؟ حضور شما که من اون موقعی که در قرارگاه سید الشهدای استان بودم در قسمت عملیاتیش مشغول به فعالیت بودم، یعنی تمام اموراتی که باید توسط نیروهای سپاه به مرحله ظهور انجام میشد، یعنی به فعل کشیده میشد و عملیاتی مثلا از شعب مختلفی داره، مثلا مبارزه با استعمال مواد مخدر، مبارزه با استعمال مشروبات الکلی، مبارزه با ارزم به حضور شما که عروس‌های مبتذل و تمام اینا هر کدومشون شعبی داشتن و هر کدومشون سرشبکه برای خودشون داشتن و مشغول به فعالیت بودن و ما جزء نیروهای عملیاتی اون قسمت بودیم. و بعد از اون که من وارد ستاد خبری در اطلاعات ناحیه شدم، فلسفه وجودی ستاد خبری جمع آوری اطلاعات آشکار. کلا اخبار به دو دسته تقسیم میشه در سرویس های اطلاعاتی و امنیتی، یا اخبار پنهانه یا اخبار آشکاره. فلسفه وجودی ستاد خبری اینه که جمع آوری اطلاعات آشکار و پنهان توسط شبکه‌ها، هسته‌ها و عواملی که بین مردم هستن و به طور ارزم به حضور شما به طور معمول یک سری اخباری رو با تلفن‌های 114 در اطلاعات سپاه و با تلفن‌های 113 و صندوق‌های پستی که براشون قرار داده شده به این مراجع میرسونن و بعد از آنالیز اخبار اون اخبار به مقامات بالاتر داده میشه که صحت و سقم اون اخبار باید مشخص بشه و بعد اون اخبار به رده‌های بالاتر جهت پیگیری‌های دیگه فرستاده میشه. آقای مازندرانی، اساساً شما در سمت‌های اطلاعاتی که داشتید به چه نوع اطلاعاتی دسترسی داشتید؟ آیا به اطلاعات طبقه بندی شده، محرمانه، یا اطلاعاتی که در مورد نقض حقوق بشر، کشتار مخالفین جمهوری اسلامی هست؟ آیا به این نوع اطلاعات دسترسی داشتید؟ ببینید فلسفه وجودی کلا سازمان اطلاعات، ببینید از سال 87 اواخر سال 87 اطلاعات سپاه از معاونت به سازمان تبدیل شده و اصلا فلسفه وجودی سازمان اطلاعات در هر میخواد در نیروی انتظامی باشه، میخواد در اطلاعات سپاه و یعنی خود سپاه باشه، میخواد در وزارت باشه، بررسی کلیه امورات روزمره مردم، مقامات، مسئولین و تمام اشخاصی که به نوعی در جمهوری اسلامی ایران کار میکنن و حتی کسانی که در خارج از کشور هستن و با جمهوری اسلامی دخیل هستن. پس این خودش طبیعتا و فی نفسه مستلزم اینه که کسانی که در اون ستاد کار میکنن علاوه بر اخبار آشکار که خب مشخصه، اما عرضم الان خوبه صدام؟ عرضم به حضور شما که
طبیعتاً به یک سری از اخبار محرمانه دسترسی پیدا خواهی کرد، چون فلسفه وجودی اطلاعات همونجوری که بخوایم لغت اطلاعات اصلا معنی بکنیم مشخص میکنه که این اخباری که در اونجا هست فی نفسه امنیتی و محرمانه است. اما در قسمت‌های مختلفی همونجوری که شما عرضم به حضور شما ذکر کردین، نقض حقوق بشر رو من هم در نامه‌نگاری هایی که انجام میشد میدیدم و هم در عمل یک سری از همکاران که انجام میدادن و من اصلا راضی به حتی دیدن اونها هم نبودم، بارها مشاهده کردم و اینو دیدم و طبیعتا میشه گفت همینها بود که باعث شکاف تفکری من بین خودم و دستگاه اطلاعات و امنیت، چون من با تفکر به این که میخوام به مردم خودم خدمت بکنم، به امنیت مردم خودم خدمت بکنم، به تمامیت ارضی و کشور خودم خدمت بکنم وارد دستگاه امنیتی شدم و وقتی که من هرچی بیشتر فعالیت کردم دیدم نه، اون چیزی که من فکر میکردم اینجا اصلا محقق نمیشه و اینجا فقط اینها قسم خوردگان انقلاب هستن نه مردم. یعنی فقط اینا میخوان یک ساختار حکومت انقلاب اسلامی رو حفظ بکنن، نه مردم و نه تمامیت ارضی. هیچ چیزی براشون مهم نیست. اگر به جاش برسه اخلاق و رفتار حسنه و خیلی چیزهای دیگر رو برای حفظ و بقای نظام زیر پا خواهند گذاشت. آقای مازندرانی، شما با توجه به اینکه به اطلاعاتی دسترسی داشتید که نقض حقوق بشر رو بیشتر از شهروندان عادی دیگه مشاهده می‌کردید، در واقع به این صورت با توجه به دسترسیتون به این نوع اطلاعات از این سیستم دوری جستید. و حالا سوال مشخص من اینه که چجوری شد که سیستم اطلاعاتی و امنیتی با شما مشکل پیدا کرد، یا برعکس شما با این سیستم مشکل پیدا کردید و خواستید که به نحوی از این سیستم خارج بشید؟ ببینید به حضور شما کسی که به نوعی میشه گفت تفکر آزادی خواهانه داره و با یک تفکر خاص و با یک هدف مشخص مثل من، یعنی برای خدمت به مردم خودش، برای حفظ امنیت و پایداری مردم خودش، وقتی وارد یک سیستمی میشه، حالا میخواد این دستگاه اطلاعاتی باشه، میخواد این اداره آب یا برق یا هر جایی باشه، وقتی صرفاً تفکر شما خدمت به مردمه، پس در همون راستا و در همون بادی قدم میذاریم. ببینید مثلا به عنوان خیلی چیز خیلی جزئی بخوام عرض بکنم، به عنوان مثال طبق اصل قانون اساسی، چون من رشته تحصیلی من حقوق بوده، طبق اصل قانون اساسی شکنجه ممنوعه و اعتراف متصف به شکنجه مسموع در دادگاه ها نخواهد بود. بعد از درگیری های 88 یکی از خانوم ها رو که حدوداً 25 سال سنش بود عرضم به حضور شما میارن و این خانوم شخصی بود که به مسئول ستاد آقای میرحسین موسوی در استان بست بود و برای یک سری سوالات اینو میخواستن بیارن و یک سوالاتی ازش بپرسن. اینا رو میان، من نشسته بودم، اینو میان از جلوی ما دو تن از این همکارا اینو میان همراهی میکنن میبرن و اینها به خاطر اینکه یک زهر چشمی ازش بگیرن و اینها این دختر خانوم خیلی ترسیده بود و اون شخص یک با پوتینی که پاش بود یک لگد خیلی محکمی بین پاهای این خانوم میزنه و یه اتفاق اونجا برای اون خانوم میفته. من به شدت از این موضوع ناراحت شدم و برخورد اونجا باشون کردن. گفتم خب چرا این کارو میکنید؟ این هنوز مشخص نشده، شما هنوز سوالی نکردین، بازجویی صورت نگرفته و اینها. و ببینید و خیلی از مسائل دیگه همچین چیزهایی بود که شکافهایی بین تفکر من و تفکر اطلاعاتی که تفکر حاکم بر دستگاه اطلاعاتی ایجاد شد که اصلا، یعنی من میتونم خیلی با صراحت عرض بکنم، در دستگاه اطلاعاتی یک قاعده‌ای مرسوم شده به نام قاعده برچسب زنی که در علم جرم شناسی هم این موضوع در مورد به باب تفصیل کشیده شده. یعنی به نوعی شما میتونم بگم که این اغتشاشات و درگیری ها و تظاهرات 88
یک فرصتی رو برای دستگاه امنیتی ایجاد کرده که یک بهانه میتونم بگم ایجاد کرده که به هر کسی که میخواد با اتهام براندازی اقدامات علیه امنیت ملی کشور یک سری وحشیگری ها، یک سری تجاوزات و یک سری انگهایی رو به اونها بزنن و اون چیزی رو که خودشون میخوان پیش ببرن. به این صورت خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای مازندرانی. شما در کلیپ اولتون اشاره کردید به افشاگری که در آینده خواهید کرد، یعنی هیچ نوع افشاگری در اون کلیپ 20 دقیقه‌ای که انتشار دادید من ندیدم. میتونید شما، این تریبون در اختیار شما قرار داره، از این تریبون استفاده کنید و چه مواردی رو مشخصا در نظر دارید و فکر میکنید که به نفع مردمه و مردم حق دارن بدونن که در سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی چه میگذرد، چه چیزایی میخواید شما افشا کنید با توجه به اینکه فرمودید یک چمدان مدرک آوردید با خودتون. بود شما یک چمدان مدرکی که من همراه خودم آوردم از قبیل احکام مأموریتی خودم که به هر مأموریتی فرستاده میشد، حکمای مأموریتی که به من داده میشد، من اینا همه رو مستندسازی کردم برای خودم. ارزم نامه هایی که از اطلاعات استان به من داده میشد و مأموریت هایی که بدون اطلاعات ناحیه به من محول میشد و من اونها رو انجام میدادم و یک سری چیزهای دیگه ای که در فرصت، چون من نمیخوام زیاد پراکنده‌گویی کنم چون حق کلام خوب ادا نمیشه در پراکنده‌گویی، یکی از موضوعاتی که مردم واقعا باید اونو بدونن، یعنی این به نظر من حق مردمه که اینو بدونن، اساس و پایه‌ریزی و شکلگیری انتخابات 88 و این که انتخابات 88 عرضم به حضور شما چه پیشبردهایی برای انقلاب و جمهوری اسلامی داشته و چه ضررهایی برایشون داشته و این که اصلا اساس و پایه‌ریزی انتخابات 88 بر چه اصلی بوده، چون تقریبا 2 ماه قبل از 3 ماه، یعنی بعد از عید کار شروع شد و همینطور قبل از عید ولی بعد از عید به طور رسمی کارگروه‌هایی در دستگاه‌های اطلاعاتی اهم از وزارت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی شکل گرفت که کار اینها به نوعی میشه گفت به جنجال کشیدن، به انحراف کشیدن سخنرانی‌های آقای میرحسین موسوی اهمش و آقای کروبی بوده. یعنی من عرضم به حضور شما اینو من کاملا، یعنی خودم تو سخنرانی بودم که یکی از عناصر اطلاعاتی صبح مراجعه میکنه، فراخوان میشه و بهش یک سری سوالاتی داده میشه و در یکی از سخنرانی‌های عوامل آقای میرحسین موسوی در استان گلستان ارزم به حضورشون این آقا شرکت میکنه و وقتی که بحث داغ میشه و سخنران میخواد اون مستاق و اون نتیجه گیری خودش از سخنرانی خودش انجام بده، یک سری سوالاتی به این آقا داده میشه و این آقا با خوندن این سوالات رشته کلامش پاره میشه و بحث از دستش در میره و خیلی مسائل دیگه و خیلی از دخترها و پسرهایی که مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی بودن در ستادهای انتخاباتی آقای میرحسین موسوی شرکت می‌کردن و خیلی مسائل دیگه. ولی بعد این مسائل بعد باز بشه که مثل ویدیو اول من پراکنده‌گویی نشه و اینکه مخاطب اون مصداقی رو که مصداق حقیقیه در ذهنش متبادر بشه. خیلی ممنونم آقای مازندرانی. شما در مورد شکنجه و انواع شکنجه در وزارت اطلاعات چه نوع اطلاعاتی دارید و آیا احیانا خودتون در کار بازجویی و شکنجه متهمین سیاسی نقشی داشتید یا نه؟ شما اگر بخوایم بگیم نقش مباشرتی، نه، من هیچ وقت نقش مباشرتی در شکنجه نداشتم و همیشه مخالف شکنجه بودم و همیشه یعنی دوستان و همکارانی که الان صدای منو میشنون، من باز هم این حرف رو دارم تکرار میکنم، میگفتم که ما باید خودمون رو انقدر قوی بکنیم تا اگر شخصی علیه امنیت مردم
علیه امنیت مردم اقدامی انجام داد، ما با مدارکی که داریم این آقا خودش یا این خانم خودش وادار به صحبت کردن بشه، نه اینکه ما با اکراه و مکره کردن اون متهم یک سری انگ‌هایی رو بهش بزنیم و برای حل پرونده های امنیتی خودمون بخوایم این آقا رو یا این خانم رو وادار بکنیم که یک سری موضوعاتی رو گردن بگیره و این مسئله حل بشه. ببینید کسی که در دستگاه اطلاعاتی کار میکنه اگر بخواد منکر این موضوع بشه که آقا من از شکنجه اطلاع نداشتم یا ندیدم یا چیزهای دیگه، خب این واقعا دروغه و من اینجا هیچ دروغی نمیخوام به مردم بگم، من اون چیزی که هست واقعیت به مردم میگم. من خودم هیچ وقت دست به شکنجه نزدم و همیشه مخالف با شکنجه بودم، چون به نظر من شکنجه یک امر منسوخ شده است، مال قرون وسطاست و امروز با این همه تکنولوژی هایی که در اختیار دستگاه امنیتی اطلاعاتی تمام کشورها مثل کشور ما ایران هست، ما باید خودمون رو قوی بکنیم و مدارکمون رو و شواهد خودمون رو قوی بکنیم که اون شخص که اونجا نشسته و به عنوان متهم پیش ماه بدونه که همه چیزش رو شده است و اینجا جایی برای پنهانکاری و اقدامات اون علیه امنیت مردم. آقای مازندرانی اگه ممکنه در مورد شکنجه هایی که رایجه در سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی توضیح بدید. شکنجه های رایج در دستگاه های امنیتی به چند طریق صورت میگیره. ابتدا با متهم صحبت میشه خیلی محترمانه، یعنی اولش با احترام شروع میشه و بعد یواش یواش تخریب شخصیتی اون آقا صورت میگیره یا اون خانم یا فرد متهم صورت میگیره، اونو تخریب شخصیتی میکنن و اون طرف عرضم به شما که من صدام برمیگرده میشنوم، عرضم به حضور شما که اون شخص و اقدام بعدیشون اینه که شخص رو تخریب شخصیتی میکنه، یعنی شخصیت و وجهه اون طرف رو با الفاظ رکیکی که به کار میبرن و با تهدیدها و حرفای کذبی رو که بهش میزنن. مثلا اگر یه شخصی باشه که آبرومند باشه یا خانوم باشه با حرفایی که ایشونو میدونن آزار میده از بعد روانشناختی، چون بیشتر شکنجه هایی که انجام میشه خود شکنجهگرها یک سری کلاس های روانشناسی رو میگذرونن و میدونن که چه الفاظی رو باید به کار ببرن که اون نتیجه مطلوب رو در عرضم به حضور شما طی بازجویی حاصل بکنم. و بعد از اون که تخریب شخصیتی انجام شد اقدامات ضرب و شتم خودشون انجام میدن، ولی باز این ضرب و شتم خودش دارای یک سری سلسله مراتبیه، بیشتر سعی میکنن روی نوارهای عصبی که در بدن وجود داره کار بکنن. اولین موردی که مثلا من میتونم عرضم به حضور شما متذکر بشم اینه که دستها رو به پشت میبرن و دستبند میزنن، البته به خاطر اینکه رد دستبند باقی نمونه یک پارچه دور دست میپیچن و یک تنابی رو داخل دستبند میدن و به سخت آویزون میکنن و کتف دست از بالا طرف بالا کشیده میشه و این شخص روی کتف خودش میشه که این تمام تگ‌های عصبی که دور در نواحی شانه وجود داره فشار میاره و یک فشار غیر قابل تصوری رو برای شخص متهم ایجاد میکنه که حالا اگر بخواین من بیشترم میتونم توضیح بدم. خواهش میکنم شما در این مورد هر چقدر بیشتر توضیح بدید و روشنگری کنید خیلی مهمه از دیدگاه من و مردم، و اینکه مصداقی میتونید بیارید یا یه زندانی سیاسی رو به نام میتونید به نام ببرید که شاهد شکنجه شدنش احیانا بودید و این خیلی مهمه به نظر من. که من چون قبلا هم گفتم من هیچ وقت مباشر در این موضوع نبودم، یعنی من هیچ وقت در صحنه‌های بازجویی به دلیل اینکه اصلا مخالف شدید شکنجه بودم و همیشه از طرف همکاران عرضم به حضور شما این موضوع برای اینها غیر قابل فهم بود که آقا مثلا این چرا همچین تفکری داره. من خودم مباشرتاً در این موضوعات دخیل نبودم و هیچ وقت شرکت نمی کردم در این
عرضم به حضور شما جریانات. اما اطلاع دارم و عرضم به حضور شما که بعد از اینکه مرحله فشار تموم میشه، عرضم به حضور شما که بازجو برمیگرده به متهم، یک سری صحبت‌هایی رو میکنه، یک سری آرامش‌هایی رو میده و اگر حالا نمیدونم شاید فیلمش بیرون اومده باشه یا نیومده باشه یا از کانال‌های دیگه پخش شده باشه، از شیشه هایی که اون طرف مقابلش معلوم نمیشه خانواده این شخص رو میارن، ولی به خانواده اون شخص میگن که شما مثلا میتونید یه 5 دقیقه، یه 10 دقیقه، یک رو این آقا رو ملاقات کنی. اون آقا رو اون خانوادهشون میان اون طرف شیشه و این به بازجو به این شخص میگه که مثلا بگو، صحبت بکن، اگر صحبت نکنی نمیدونم اون کاری که نباید انجام بشه اینجا انجام میشه و دست روی احساسات و غیرت ارزم به حضور شما شخص متهم میذارن و خیلی کارهای دیگه انجام میدن. مثلا به عنوان مثال یک ارزم صندوق‌های آهنی وجود داره که روی این صندوق ها سوراخ هایی وجود داره و این شخص رو داخل این صندوق مثل این مرغی که جمع میشه داخل اون میذارن و اون صندوق رو از آب پر میکنن. وقتی از آب پر کردن این آقا حالا 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت باید داخل بمونه و سر خودش رو به این بالا بچسبونه برای نفس کشیدن و این آقا خسته میشه، یه خورده بدنش لمس میشه، این سر داخل آب میفته و این آقا سرش زیر آب میره و دوباره سر خودش رو باید برای ارزم نفس کشیدن بالا بیاره و بیشتر، یعنی الان در حال حاضر روند شکنجه دستگاه اطلاعاتی زیاد روی فشار آوردن بر جسم نیست، بلکه فشار آوردن بر ارزم روح اون شخصه و فشار آوردن بر وجدان و غیرت، یعنی چیزهایی رو که انسانو از داخل برای اعتراف کردن یا برای گردن گرفتن یک سری موضوعات وادار میکنه. چون انسان وقتی از داخل خودش به یک نتیجه‌ای برسه اینو مکره بکنه، از داخل نتیجهش طبق نظرات روانشناسی بیشتره. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید آقای مازندرانی. ترور مخالفین سیاسی چه در داخل و به ویژه در خارج از کشور توسط کدوم بخش از وزارت اطلاعات یا کدوم بخش از سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار میگیره و احیانا شما به این نوع اطلاعات دسترسی داشتید یا نه؟ حضور شما که ترورها در خارج از کشور از طریق 2 کانال اطلاعاتی انجام میشه، یا توسط بچه‌های وزارت اطلاعات یا توسط ارزم به حضور شما اطلاعات سپاه یا بهتره بگم سپاه قدس. ببینید تمام کارهای برون مرزی سپاه پاسداران توسط سپاه قدس انجام میشه و عرضم به حضور شما که اصولاً کسانی که به عنوان سفیر یا سرکنسول یا دیپلمات به کشورهای دیگه فرستاده میشن. الان صدام خوبه؟ بله؟ عرضم به حضور شما تمام اشخاصی رو که به عنوان دیپلمات و ماموران سیاسی به کشورهای دیگه فرستاده میشن، همشون باید از کانال اطلاعات تایید صلاحیت نهایی بشن. یعنی چی؟ یعنی اطلاعات بعد روی اینها نظر مثبت بده یا اینکه مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی باشن. مثلا به عنوان مثال میتونم اینو عرض بکنم، وزیر اسبق امور خارجه ایران جناب آقای دکتر منوچهر متکی خودشون پاسدار بودن، خودشون یه مدت فرمانده سپاه اول انقلاب در شهر خودشون بودن و بعد وارد دستگاه اطلاعاتی سپاه شدن و خب ولی لباسشون رو در آوردن و به سیاست مشغول شدن جاهای دیگه. و تمام این ترورها و تمام این کارشکنی‌ها و تمام این تجاوزات علیه حقوق بشر، علیه جان انسان‌ها و تمام اینها توسط سپاه قدس و قسمت اطلاعات برون مرزی وزارت اطلاعات انجام میشه. آقای مازندرانی، آیا شخص رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای نیز از این نوع ترورها اطلاع داره و یا احیانا با شخص اول جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم هماهنگی میشه در این نوع ترورها یا نه؟
ببینید طبق اصل 57 فکر میکنم قانون اساسی و طبق اصل 110 قانون اساسی یک سری اختیارات اجرایی به رهبر داده شده بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1968 بود فکر میکنم. یک سری اختیاراتی به ارزم به حضور شما رهبری داده شده و اینو من میتونم خیلی واضح و با صراحت بیان کنم که تمام سیاست‌های کلی نظام و راهبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی توسط شخص اول مملکتی یعنی آقای سید علی خامنه‌ای انجام میشه و نیست اموری که توسط مأمور امنیتی، یک وزیر یا اطرافیان ایشون انجام بشه و این در جریان. آقای مازندرانی، آیا شما با توجه به جنایاتی که در سیستم اطلاعاتی و امنیتی میگذره و خودتون نیز بسیاری از موارد رو الان ذکر کردید، اشاره کردید، آیا هیچ ابراز ندامت و پشیمانی به شما دست داده که در یک سیستمی، در یک مجموعه‌ای کار میکردید که کارش نقض حقوق بشر و ترور دگراندیشان و مخالفین سیاسی بوده یا نه؟ ببینید عرضم به عنوان خیلی کلی بخوام عرض بکنم، من باید این کار رو در ویدیوی اول خودم انجام میدادم ولی به دلیل اخباری که به دست من میرسید و یه خورده من تمرکز فکری نداشتم نتونستم خیلی از حرفامو در ویدیو اول خودم بزنم، ولی خدا رو شکر میکنم که با تمام فشارها، با تمام سختی‌هایی که اینجا واسه من وجود داره و با تمام حتی کارشکنی هایی که اینجا داره واسه من انجام میشه و جان من اینجا به شدت در خطر هست، خدا این توان به من داده که من بتونم یک سری حرفایی رو بدم. اولا از مردم ایران من عذرخواهی میکنم، از تمام کسانی رو که بهشون چه از طرف سرویس های اطلاعاتی توسط همکاران من و چه ارگان های دیگه هر نوع ظلمی شده من ازشون عذرخواهی میکنم، ولی من تا اونجایی که تونستم عرضم به حضور شما سعی کردم که به کسی ظلمی نکنم، چون تفکر بنیادی من برای وارد شدن به دستگاه اطلاعاتی عرضم به حضور شما این بوده که من به مردم خودم خدمت بکنم، من به تمامیت ارضی کشور خودم، وطن خودم، خاک خودم و به پایداری امنیت مردم خدمت بکنم، نه به یک سری آخوند، نه به یک جمهوری اسلامی. من قسمی رو که قسم خوردم برای حفظ امنیت مردم، نه حفظ تمامیت نظام جمهوری اسلامی. ببینید عرضم به حضور شما که من صدای خودم دوباره میشنوم. آیا شما صدای منو دارین؟ خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که در دستگاه اطلاعاتی وقتی من وارد شدم با یه تفکر دیگه وارد شدم، ولی هرچی بیشتر پیش رفتم دیدم اینجا ارضا کننده اون تفکر آزادی خواهانه من نیست و من از همون 1 سال تقریبا بعد از ورودم به دستگاه اطلاعاتی فاصله گرفتم و این شکاف بین من و دستگاه اطلاعاتی یواش یواش باز شد و بیشتر شد و من اصلا کلا تفکر من برای یک حکومت دموکراتیک و کاملا سکولاره، با اینکه من خودم یه فرد مذهبی هستم ولی تفکر من برای یک حکومت سکولاره و عقاید خودم رو دارم و نظرات خودم رو دارم. یک سری از قضات و همکارا این طرف میشه همیشه این دیگه هستن و اینا هیچ وقت با هم ادغام نمیشن و اونها تعجب کردن که چند دارم همچین حرفی رو میزنم. هر حضور شما میگفتم آقا یک شخص میتونه دیندار خیلی خوبی باشه ولی یک شخصی که دین داره و بخواد دین خودش و مذهب خودش و عقیده خودش صرفاً برای بنابراین هنجارهای حکومتی رو نسبت به شریعت، هر شریعتی باشه، این یک سری مشکلاتی رو به وجود میاره و اینها بود که شکاف باز کرد بین من و دستگاه
امنیتی و فاصله ما روز به روز بیشتر شد و من عرضم به حضور شما اعتراضات من روز به روز بیشتر شد. به نوعی میتونم بگم من منزوی شده بودم، چون اصلا تو خیلی از کارها، تو خیلی از مسائل اصلا شرکت نمی‌کردم و صرفا کار خودم رو فقط انجام میدادم. آقای مازندرانی، دوباره این تاکید میکنم این تریبون 10 دقیقه آخر در اختیار شماست. هر نوع افشاگری، هر نوع اسنادی میخواید رو بکنید در علیه سیستم اطلاعاتی و امنیتی بفرمایید، چون خیلی انتقادی که به شما وارده، خیلی از دوستان میگفتن که شما همیشه، یعنی در اون ویدیوتون گفتید که در آینده، یعنی افشاگریاتون رو به آینده موکول کردید. این تریبون در اختیار شماست و تا هر چقدر که میتونید تا 1 رو یا 10 دقیقه صحبت کنید در هر موردی که میخواید افشاگری کنید. بفرمایید. یکی از موضوعاتی رو که من میخوام اینجا برای مردم توضیح بدم و این حق مردمه که بدونن، یکی از بزرگترین دروغ‌های سرویس‌های اطلاعاتی ایرانه که چند وقت پیش به خورد مردم داده شده در یک صحنه سازی و اونم مبنی بر دستگیری عبدالمالک ریگیه. عبدالمالک ریگی هیچ وقت، خیلی مختصر میگم یعنی خیلی صریح میگم، عبدالمالک ریگی هیچ وقت در اون هواپیمایی که از دبی پرواز کرد حضور نداشته. عبدالمالک ریگی اصلا تو اون هواپیما حضور نداشته و اون هواپیماهای شکاری که از پایگاه شکاری فکر می‌کنم بندر عباس و اصفهان برای نشوندن اون هواپیما اعزام شد و تیراندازی که صورت گرفت، اینا همه صحنه سازی بود که دستگیری عبدالمالک توسط سرویس‌های امنیتی به نفع جمهوری اسلامی ظاهرسازی بشه. در یک تعاملی که بین میتونم بگم در یک تعاملی که بین جمهوری اسلامی و یکی از دستگاه‌های امنیتی عرضم به حضور شما این تفاهم انجام شد، عبدالمالک ریگی دستگیر شد و از مرز خاکی پاکستان وارد ایران شد و تحویل وزارت اطلاعات شد و اینها به فکر این افتادن که ما چطوری از این برگ برنده برای قدرت پوشالی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی خودمون استفاده کنیم و اون صحنه سازی رو انجام دادن. عرضم به حضور شما و این فکر تفاهم از کی به فکر جمهوری اسلامی افتاد؟ به طور جد از این موقع به فکر جمهوری اسلامی افتاد که سردار نورعلی شوشتری در زاهدان فکر میکنن در سیستان و بلوچستان توسط این گروهک کشته میشه و از اونجا به بعد جمهوری اسلامی به فکر این موضوع افتاد که این آقا دیگه باید به هر نحوی شده با دادن هر پوانی، با دادن هر عرضم به حضور شما امتیازی که هست باید دستگیر بشه و تحویل ما بشه. خب ببینید عرضم به حضورشون دستگاه اطلاعاتی ایران برخلاف اون قدرتی رو که بین مردم براش جا افتاده، نه همچین چیزی نیست، اونقدر قدرتمند نیست. دستگاه اطلاعاتی ایران من درش کار کردم، من به عنوان یکی از دستگاه اطلاعاتی ایران دارم اینو عرض میکنم، دستگاه اطلاعاتی ما به شدت ضربه پذیره. دستگاه اطلاعاتی ما میتونم بگم یه دستگاهی که صرفا روی جمع‌آوری اخبار فقط اکتفا میکنه و اخبار آشکار و پنهان و در تاکتیک های اطلاعاتی و در پهن کردن تورهای اطلاعاتی در شناسایی زیر شبکه هایی که به صورت سلولی کار میکنن بسیار ضعیفه و اون ابهتی رو که مردم از دستگاه اطلاعاتی سراغ دارن منی که درش کار کردم ندیدم و تمام عرضم به حضور شما این کلیپ هایی رو که از طرف وزارت اطلاعات هر چند وقت یک بار پخش میشه به نوعی میتونم بگم که حالا همش نه ولی خیلی هاش جهت داده شده است، خیلی هاش عرضم به حضور شما به طور نمایشیه و خیلی دستگاه اطلاعاتی ما داره در این چند وقت اخیر بد کار میکنه. این یک موضوع. و موضوع دوم، امروز نقش سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی یه نقش بسیار مهمیه. سپاه پاسداران علاوه بر این که سپاه پاسداران داره در چند زمینه کار میکنه، در زمینه اقتصادی، در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی و در زمینه نظامی و خیلی از کارشکنی های داخلی و خارجی، ترانزیت مواد مخدر، ترانزیت کالاهای قاچاق،
توسط خود عوامل سپاه انجام میشه. و عرضم به حضور شما من اینو میتونم بگم که فکر میکنم عید امسال بوده، بله عید امسال بوده، اونایی که هم استانی ها و هم شهری های عزیز من در شهرستان گرگان اگه صدای منو میشنون از همینجا بهشون سلام عرض میکنم و امیدوارم که اون صدای پرواز هلیکوپتر در عید امسال رو بر فراز شهرستان گرگان و استان گلستان شنیده باشن. در عید امسال، اوایل عید امسال، یه منطقه‌ای که یک سری از میراث فرهنگی و تاریخی ما در اونجا پیدا شده بود، عرضم به اداره میراث فرهنگی اعلام میشه که آقا مثلا در این منطقه یک سری اشیایی پیدا شده و اینها، و سپاه پاسداران عرضم به حضور شما با پرواز هلیکوپترهای خودش میاد اون زیرخاکی ها رو منتقل میکنه و از اونجا میبره و خیلی مسائل دیگه. مثلا من میتونم در مورد ادغام نیروی زمینی و نیروی مقاومت که یک میشه به نوعی گفت که ماه عسل این ادغام به وجود آمدن گردان‌های عملیاتی امام حسین، گردان‌های عاشورا و گروه‌های رزمی کربلا هست که اینا اساساً برای چی اصلا تشکیل شدن و اینها کارشون چیه و کمک‌های نهاد ریاست جمهوری عرضم به حضور شما به نیروی مقاومت بسیج بعد از انتخابات 88 و قدردانی‌های آقای احمدی نژاد. ببینید آقای احمدی نژاد، من در مورد آقای احمدی نژاد به تفصیل میتونم صحبت کنم ولی من وقت این کارو ندارم و چون نمیخوام حق کلام من اینجا ضایع بشه من مجبورم که در هر ویدیو یا در هر مصاحبه فقط یک موضوع ذکر کنم. ببینید آقای احمدی نژاد اومده بود گفته بود که آقا مثلا ما جلوی یک سری واردات و صادرات رو خواهیم گرفت و طعنه میزد به سپاه پاسداران و به نوعی میشه گفت اختلاف سلیقه خودش رو با سپاه پاسداران نشون میداد، ولی این فقط یک صحنه سازی و یک چیزیه که ارضا کننده افکار مردم باشه. چرا؟ چون وقتی ما در کابینه آقای احمدی نژاد میبینیم وزیر نفت، وزارت نفت وزیرش پاسدار، آقای نجار پاسدار، آقای متکی که بود پاسدار بودن، آقای و خیلی های دیگه هستن در دستگاه آقای در کابینه آقای احمدی نژاد که پاسدارن و من اینو میتونم به شما بگم به صورت معنوی رهبری از آقای احمدی نژاد حمایت کردن برای ابقای ایشون در پست ریاست جمهوری و به صورت عملی سپاه پاسداران بودی که عرضم به حضور شما چیکار کردن، ایشونو در این پست ابقا کردن. چون من خودم به جرئت میتونم یک مورد از تخلفات صندوق های رأی رو بگم. ببینین صندوق رأی ریاست جمهوری و خبرگان رحمی بغل هم بودن. بعد از سرشماری صندوق های رأی در استان گلستان اختلاف رأی صندوق ریاست جمهوری و صندوق خبرگان رهبری 186,000 تا بود. یعنی 186,000 رأی بیشتر در صندوق ریاست جمهوری ریخته شده در صورتی که در صندوق خبرگان رهبری همچین رأی ریخته نشده. اما وقتی که میایم دقت میکنیم میبینیم کسی که میخواست رأی بده هر دو تا طرفه رو میگرفت. خب ببینید این رأی اضافی، این مازاد خوانده شده، قرائت شده از کجا آمده و خیلی مسائل دیگه. مردم آقای احمدی نژاد اومد گفت یعنی همون شبی که رأیگیری تموم شد تقریبا میتونم بگم ساعت 1:30 بامداد بود که ما استانداری بودیم. عرضم به حضور شما رأی 24 میلیونی آقای احمدی نژاد حدود 24 میلیون اینها اعلام شده بود. یعنی این رأی از پیش تعیین شده بود و تمام حوادث بعد از انتخابات از طریق پیشبینی هایی رو که اینا انجام داده بودن اینا آماده این سری چیزها بودن و خیلی مسائل دیگه. به نوعی من میتونم بگم یعنی وقتی که مناظره های آقای احمدی، اینا همه پراکندگویی داره الان میشه، وقتی مناظره های آقای احمدی نژاد تموم میشد تمام هسته های اطلاعاتی، تمام شبکه ها، تمام زیر شبکه ها فعال می شدن به خاطر اینکه ببینن این افشاگریه یا مثلا این مناظره آقای احمدی نژاد چه تأثیر مثبتی بر افکار عمومی گذاشته، در صورتی که آقای احمدی نژاد اصلا افشاگری نکرده و از اول دوره‌ای که اومده رو کار هی میگه من میخوام بگم، آخرم هیچی نگفته و یک سری اطلاعات و اخبار سوخته که مردم خودشون خبر داشتن از اون و بین خودشون رایج بوده رو اومده فقط پشت یک رسانه ملی اونم خیلی مبهم بیان کرده و الا آقای احمدی نژاد
ببینیم همونجور که من متذکر شده بودم سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری مشخص میشه. چرا؟ برای این همه این حرفا من دلیل دارم. ببینید فرقی نمیکنه رئیس جمهور کی باشه، فرقی نمیکنه آقای موسوی باشه رئیس جمهور یا آقای احمدی نژاد باشه، سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری انجام میشه و اون شخص رهبر به عنوان رئیس قوه مجریه باید خواسته‌های کلی رو که آقای سید علی خامنه‌ای تعیین میکنه رو فقط پیش ببره. حالا میخواد این یک سری آزادی‌های در کار خودش داشته. ببینید مثلا ما میتونیم یک مورد رو از این موضوع بیان بکنیم، اینه که وقتی آقای مصلحی توسط آقای احمدی نژاد عزل میشه، با تمام فشارهایی که روی آقای با تمام کارهایی که آقای احمدی نژاد برای ابقای تصمیم خودش انجام داد، ولی میبینیم که رهبری اومد از این اصلی که مصلحت نظام بر اینه استفاده کرد و آقای احمدی نژاد خودش رو بلند کرد و از زمین. ولی چی شد؟ باز این آقای مازندرانی، اینا یه سری تحلیل ها و تفسیرهایی که شما ارائه میکنید، حالا شما هم مثل احمدی نژاد نشید که بگم آخرم هیچی نگید. اگه مطالبی هست که خودتون شاهد و ناظر بودید و یا به غیر از تحلیل و تفسیرهای شخصی که دارید مطالبی هست که مستند به اطلاعات و مشاهدات شماست، بفرمایید تا بینندگان نیز استفاده کنند. عرضم به حضور شما که من یک موضوع رو قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنم یک مژده رو به مردم بدم. اونم اینه که افرادی که هم تفکر من باشن و هم عقیده با من باشن در دستگاه هستن، دارن فعالیت میکنن، اما نمیتونن به صورت گروهی فعالیت بکنن. چرا؟ چون حفاظت اطلاعات سپاه و حتی حفاظت خود وزارت اطلاعات بسیار قوی هست و بلافاصله این اشخاص بعد از اقدامات خودشون عرضم به حضور شما که شناسایی میشن و به نوعی از راه خارج میشن. ولی این مژده رو من به مردم میدم که افرادی هستن که دارن به صورت انفرادی کار میکنن و فقط دنبال یک فرصت میگردن که خودشونو از چنگال این دستگاه اطلاعاتی که برایشون سایه افکنده جدا بشن و بیان کارهای خودشونو در این ور مرز یا در هر جای دیگه انجام بدن. ببینید کارهای اطلاعاتی کارهایی که اصولا با تمام ارزم به حضورشون فراز و نشیب هایی که داره، ولی یک سری اطلاعاتی رو در اختیار آدم قرار میده که آدم وقتی که اینها رو مشاهده میکنه یا وقتی که مطلع میشه خیلی خیلی دچار تعجب میشه که آقا مثلا ما برای چه تفکری داریم کار میکنیم؟ ما اینجا با آیا واقعا داریم برای امنیت مردم کار میکنیم یا داریم برای امنیت فقط یک عده شخصی که دارن کشور رو ارزم به حضور شما غارت میکنن و چپاول میکنن داریم کار میکنیم؟ یکی از ارزم به حضور شما موضوعاتی رو که من میتونم عرض بکنم خدمت شما وارد کردن کالاهای قاچاق توسط سپاه پاسداران. ببینید سپاه پاسداران به صورت خودمحور یک سری کالاهایی رو وارد، حالا در زمینه اقتصادی میخواد هر زمینه‌ای باشه که اون باب یعنی قالب مردم باشه. ببینید سپاه پاسداران امروز دستگاهی که داره خیلی قوی کار میکنه و نمیتونه تمام بودجه خودش رو از دولت تعیین، از کشور، از خود دولت بگیره و مجبوره که یک سری اقداماتی رو انجام بده با ایجاد شرکت‌های خصوصی، با ایجاد یک سری واردات یک سری کالاهای قاچاق و فروش اونها توسط عوامل خودش داره یک سری منافع رو برای خودش کسب میکنه. و یک موردی رو که من میتونم اینجا عرض بکنم، یکی از اقدامات سپاه پاسداران که هم در یعنی اقدامات سپاه پاسداران در دو بخش داره خلاصه میشه. یکیش در حال حاضر و در زمانی که حکومت اسلامی برقراره و یک زمانی که یعنی اینا حتی خطر سقوط خودشون هم برای خودشون به نوعی میتونم بگم برآورد کردن و در نیروی مقاومت همین گروه‌های رزمی کربلا و عاشورا و بردان‌های عملیاتی امام حسین که تشکیل شدن و یک سری شاخه‌های دیگه که به این شاخه‌ها اضافه شدن، اینه که اگر یک زمانی مثلا
انقلاب اسلامی سقوط کرده، اینها اقدامات خودشونو بعد از سقوط هم برای برگردوندن حکومت اسلامی انجام بدن. و من اینو میتونم به جرئت بگم سپاه پاسداران امروزه یعنی فقط داره برای حفظ انقلاب اسلامی کار میکنه. من چند وقت پیش، یعنی قبل از اینکه از کشور خارج بشم و این اتفاقات واسه من بیفته، پیش یک از این سرداران سپاه بودم و داشتیم صحبت میکردیم، چون من بیشتر مراودم با مسئولین بالا بوده. عرضم به حضور شما این مطلب رو گفت اگر یک روزی به این لفظ اینطور صحبت میکرد که اگر یک روز آقا هم بخواد خلاف مثلا خواسته های انقلاب بخواد صحبت بکنه، ما آقا هم کنار میزنیم و یعنی فقط خود مصلحت و ابقای و استقرار خود حکومت اسلامیه که جمهوری اسلامیه که برای سپاه پاسداران مهمه. چرا؟ به این دلیل که فلسفه بنیادی و وجودی سپاه پاسداران گره خورده به استقرار حکومت اسلامی، چون میدونن اگه حکومت اسلامی از بین بره، سپاه پاسداران با این همه عوامل و تشکیلات و این همه چپاول ملت و چپاول اموال عمومی که انجام میده، این منافع خودش رو از دست میده. امروزه به این فکر افتاده که چیکار بکنه. عرضم به حضور شما برای استقرار خودش تمام توان خودش رو برای استقرار جمهوری اسلامی یعنی حکومت انقلاب به کار ببنده. آقای رضا مازندرانی خیلی ممنون و بار دیگر تشکر میکنم از اینکه دعوت تلویزیون آزاد رو پذیرفتید و این اطلاعات رو در اختیار بینندگان تلویزیون آزاد و هم‌میهنان در اکسانوگات جهان قرار دادید. امیدوارم در هفته‌های بعد نیز بتونیم فرصتی داشته باشیم. فقط یک چیزی رو میتونم جای چند ثانیه‌ای عرض کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. به حضور شما که من انشاءالله در ویدیو بعدی خودم که یا به صورت ویدیو پخش یا از طریق همین سیستم و کانال پخش میشه، به یک شبکه میتونم هم ضد حقوق بشر، هم ضد منافع ملی و هم ضد مردم در آگاهی استان گلستان تشکیل شده، که افراد اونها هم من نام میبرم: آقای حسین تازیکه و آقای میری و آقای گلی مقدم و آقای گرزین هستند که اینها دارن یک سری اقداماتی رو علیه مردم و سوء استفاده های جنسی و سوء استفاده و باجگیری هایی رو دارن در دستگاه اداره آگاهی انجام میدن و یک سری کارشکنی هایی رو و یک سری فشارهایی رو دارن بر علیه مردم استان انجام میدن که اینها برمیگرده بعد از عرضم به حضور شما همون حوادث انتخابات 88 و اینها. انشاءالله اگر با شما من مصاحبه کردم این موضوع رو حتما یاد من بندازین که من این موضوع رو به تفصیل و مفصلا عرضم به حضور شما که توضیح بدم. اما سخن پایانی من عرضم به حضور شما برای مردم این مژده رو میتونم بدم: اگر خدا به من فرصتی بده، اگر خدا به من توانی بده، تمام مطالبی رو که من دسته‌بندی کردم، من جمع‌بندی کردم، در هر ویدیو خودم 10 دقیقه یک ربع توضیح میدم و این حق مردمه که عرضم به حضور شما این مطالب رو حتما بدونن. تورهایی که برای خود من پهن کردن برای حذف خودم و اون چی شد که حتی من تقریبا میتونم 15 روز قبل از اینکه دستگیر بشم توسط خود دستگاه اطلاعاتی، جلوی درب منزل خودم منو با گلوله مورد اصابت قرار دادن برای کشتن من، ولی من از اون عمل جان سالم به در بردم و امروز شد که من بتونم بیام اینجا و یه حرفا بدم. اما سخن پایانی من از تمام مردم شریف ایران من عذرخواهی میکنم. تفکر من خدمت به مردم بود، تفکر من خدمت به انقلاب نبود، تفکر من خدمت به یک سری آخوند شکم پرور نبود. من برای امنیت مردم، من برای حفظ برقراری و پایداری امنیت مردم وارد دستگاه اطلاعاتی شدم و وقتی دیدم که اینها دارن خلاف تفکر و عقیده من عمل میکنن و من یواش یواش این فاصله بین من و اونها زیاد شد. باید نداها و ستارها بدهیم تا به عرضم به حضور شما آزادی برسیم. انسانهای بزرگ مرگی بزرگ دارن و ستارها و نداها انسانهایی بزرگ هستن. آقای مازندرانی، قبل از این که برنامه رو ببندیم، گلوله به کجای بدن شما گفتید اصابت کرده؟ به شکم بنده.
یعنی الان آثار اون گلوله در علاوه بر آثار گلوله روی بدن من وجود داره، پرونده پزشکی من هم وجود داره. در بیمارستان امیرالمومنین پرونده پزشکی من وجود داره و حتی پرونده پزشکی من وقتی که من زیر شکنجه خود دستگاه اطلاعاتی بودم، منو به بیمارستان صیاد شیرازی و منو به بیمارستان 5 آذر که وقتی بردن، در خود متن پرونده من نوشته شده که این آقا زیر شکنجه و آزار بوده و روی پرونده پزشکی من در بیمارستان خورده امنیتی و به هیچ کس این پرونده رو نمیدن. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد ندارم جز زبان دل. آقای مازندرانی، احیانا میتونید شما اون بدنتون که گلوله وارد شده در جلوی دوربین نشون بدید؟ صدا شما رو ندارم. یه دقیقه تو بسته جانم. این امکان وجود داره که آثار گلوله رو در جلوی دوربین نشون بدید روی شکمتون؟ خب من پیرهنم رو بزنم بالا. ببینید نمیدونم مشخص کنه از این زاویه یا نه. میگیره؟ متوجه شدین ردش مشخصه؟ به این قسمت ببینید، به این قسمت مشخصه؟ خواهش میکنم. آقای مازندرانی خیلی ممنون، تشکر میکنم. فقط میخواستیم مسئله مستندتر باشه با توجه به مسائلی که پیش اومده، مسائل مطی و اینا. خب خیلی از افکار عمومی صاحبان رسانه ببینید قضیه مدحی یک برنامه‌ای بوده که از 5 سال پیش پایه‌ریزی شده. من در مورد این موضوع میتونم مفصلا صحبت کنم در مصاحبه بعدی. و عرضم من اون الماسی هم که گفتم، اون الماس گوهر وجودی من بوده که یک مدت در چنگال دستگاه اطلاعاتی مونده بود و امروز آزاد شده و من میخوام امروز اینو خدمت مردم عزیز خودم و سرویس امنیتی ایران عرض کنم. من شاید اون الماس باشم ولی الماسی هستم که الماس جمهوری اسلامی رو میخواد ببره و خاری هستم دستگاه اطلاعاتی بر چشم جمهوری اسلامی و بر چشم دستگاه اطلاعاتی ایران. من هر کاری رو که بتونم برای روشنگری و برای اینکه مردم از یک سری حقایق و جنایات‌های جمهوری اسلامی مطلع بشن انجام میدم، حتی اگر به قیمت جون من تموم بشه، چون این یک دینیه به گردن من که من باید این دین رو ادا کنم و تمام اون چیزهایی رو که اطلاع دارم دقیق با جزئیات خدمت مردم انشاءالله در مصاحبه‌های بعدی و جنایت‌هایی رو که خود دستگاه اطلاعاتی توسط ناجا داره انجام میده که همین آقایونی که من گفتم، آقای تازیکه، حسین تازیکه، میری، گلی مقدم و گرزین دارن در استان گلستان، در آگاهی استان گلستان دارن انجام میدن و خیلی مسائل دیگه انجام میدن و من امروز اینو میتونم با صراحت عرض کنم، همون طوری که در دستگاه اطلاعاتی بدون اینکه به کسی ظلمی بکنم دقیق کار محوله خودم رو انجام دادم برای پایداری مردم، برای حفظ امنیت مردم، امروز با همون جدیت کما بیشتر کما جدیتر برای افشاگری و روشنگری جنایت‌های جمهوری اسلامی
برای مردم انجام میدن و مردم این حق مسلم اونهاست که تمام آزادی خواهان، تمام کسانی که هم فکر و هم عقیده من هستن اینو انجام بدن، اینو بدونن. و من از تمام همکاران خودم که در دستگاه اطلاعاتی دارن الان کار میکنن خواهش میکنم برای گرفتن یک سری پولها، مزدها، منافع، وجدان و شرف خودشونو زیر پا نذارن. یک شیر مرده بیرون قفس به از 100 شیر زنده داخل قفسه. اگر کسانی که در دستگاه اطلاعاتی مثل من، همکاران من دارن کار میکنن، قطع همکاری کنن، روز به روز این حکومت، این دستگاه ضعیفتر میشه و داره میبینه که ریزش، و امروز ما داریم میبینیم اینو، واقعا من و امثال من خیلی فراوونه، این ریزش از بدنه اطلاعاتی، از بدنه جمهوری اسلامی داره انجام میشه و همه داریم اون حس آزادی خواهانه ما که یک مدت استثمار شده بود توسط جمهوری اسلامی، اون شکوفا شده و تا اونجایی که بتونیم به مردم خودمون به هر قیمتی باشه خدمت کنیم. و من از تمام همکاران خودم خواهش میکنم اینجا که علاوه بر این که حس آزادی خواهانه رو در خودشون، تفکر آزادی خواهانه رو در خودشون پرورش بدن، عوض این که بخوام به مصلحت جمهوری اسلامی اقدامی انجام بدن، برای تمامیت و پایداری و امنیت مردم انجام بدن، چون ما از مردم هستیم و با مردم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای رضا مازندرانی. در هفته‌های آینده امیدوارم بتونیم مصاحبه دیگه‌ای با شما داشته باشیم. تشکر می‌کنم. درود بر شما، خدا نگهدار. خب تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن ندارم جز زبان دل، زبان دل. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدن